سوال دیگر از برادر به ما رسیده است که میگویند در مورد صف در نماز کمی روشنی اندازید. البته صف کشیدن در نماز این یکی از عملهای مهمترین نماز است. در نماز جماعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه نماز را تکبیر تحریمه را یعنی الله اکبر بگویند به صحابگان میگفتند استو، صحابگان راست بشوید، استو، و در بعضی روایت های دیگر آمده است واعتدلوا، اعتدال بکنید. و صف را راست کردن البته این سنتی مؤکده و بینهایت سنتی شدید از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، زیرا خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صف ها را راست میکردند. برای همین راست کردن صف ضرور است و حتی شرط یکی از شروط های زود قبول شوی عمل است. یعنی زود قبول شوی همون نماز است. عمل در اینجا مقصد نماز است. و صف را راست کردن البته نه به نوگ پای بلکه به کنی پای است. امروز غلطی مردم مسلمان ما این است که وقتی که میگیم که صف ها را راست کنید، همه نوگ پای یکدیگرش رو نظر میکند، همه نوگ پای خود را به همدیگر برابر میکند، صف را راست میکند. این نمود صف را راست کردن غلط است و بدعت است و مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. صف را وقتی که راست میکنید باید کنی پای هر یک انسان برابر باشد، اما نوگ پای بعضی ها درازتر و بعضی ها چی است؟ کوتاه‌تر است. برای اونکه بعضی انسان ها پایش کمی بزرگتر است، مگسی پایش کمی بزرگتر است، این بعضی ها پایش کمی کوچکتر است و درازی پا و کوتاهی پای در نوگ پای است، نه در کنی پا. برای همین در کنی پای صف ها را راست کرده می شود و پای ها به هم دیگر رسانیده می شود و کیفت ها به هم دیگر رسانیده و چسبانیده می شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین سنت را جز گفتند. و سوال این است که سوال دادن برادر که آیا در جایهایی که در بین هر یک صف ستون هست در اینجا ایستاده در بین ستون ها نماز خواندن جایز است؟ البته جایز نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کرده اند که صف مسلمان ها را یگان چیزی چی کند؟ ببرد، قطع بکند. برای همین وقتی که در مسجدهای بزرگ نماز خوانده می شود، اگر جای بسیار باشد، حالت های ضروری نباشد، در بین صف یگان ستون باشد، در اینجا انسان نباید نماز بخواند. خصوصا مثلا در بعضی مسجدها ستونچه ها در بینش وجود دارد، ستون ها وجود دارد. حرکت کنید که در بین این دو ستون نماز نخوانید، بلکه صف راست باشد و به هم چسبیده باشد و این سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و از سنت این 100% ثابت شده است. بارک الله فیکم. و البته هر وقتی که پای ها از پای جدا هست، کتف ها از کتف جدا است و این سببی چی میشود؟ اختلاف است خیلی که در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است و این سببی اجری ضعیف شدن اجری هر یک نمازگزار است. برای این برادران بارک الله فیکم با هم دیگر در صف راست بیستید، با کنی پای صف را راست بکنید و کتف ها را به کتف و پای ها را به پای رسانید و موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صف بکشید. بارک الله فیکم. پس این جوابی سؤال دیگری صحابگان بود، برادران بود. بارک الله فیکم. بخشش که کمی صدای کودک ها بیرون شد و این جوابی سؤالی بعضی از برادران در این مسئله بود. السلام علیکم و رحمت الله.